را از الف آغاز کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی عوض تو رو هی تعبیر کردم ویل آیاتی مجلا رو روایت های موسی و تاریخی مسیح رو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو گه جستم دی محزنهای درینی خراسانش گه از واژن آمگهای سوخت و عهدی ساسانش گه از لابلای دفتری خاورچین آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش شکفتم با شکفتنهای ایامی گلی خورد فشردم از محبت پنجه‌ای سبزی سفیدارش گیاهی معرفت میخورد نقشیری فداکارش سخن می‌لرزید از هیبت که تو باشد سزاوارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون فرازی سرگهی خینگا بلازوری زموردگون میشمم کردم مرده از هیاهوی خیرت برون کی روحش آب را با روشنایی میکند افزون و روحش می شود نارک و روحش می شود روح کی روحش آب را با روشنایی می کند افزون و روحش می شود نارک و روحش می شود روح معلم احمد ها جرف مشتوی خیلی امرو تقفوانا عرق کردی ها بچه اکن مریضا تشبه حالا بیا بیا جورا جون چه قفت کن چه سلامتی خوبت چی نم داری؟ سمون بابا سمون اصلا مولو رو آمدی؟ جوری عروب خودهی تو دارم سلامت باشی احمد چی نشوه؟ احمد چی نشوه؟
حرکت میکنی؟ محوری گردونی گردان است اگر مبایی آدم نیست پس مبایی انسان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است اگر مبایی آدم نیست پس مبایی انسان است باید میدونی حرکت کن چی نیم داشتی؟ هایت پسر روزی نگیرم میخوام خب کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است جلو جون تای هم برفو خان بدیم اینه